چای محبوب ترین نوشیدنی دنیاست که 2000 سال پیش از چین و هند وارد ایران شد. اون زمان مردم از چای به عنوان دارو استفاده می‌کردن، اما بعدها تبدیل به یک نوشیدنی جذاب شد، به طوری که بعضیا حتی وسط روزهای گرم تابستون هم دست از سرش بر نمی‌دارن. اگه چایخور قهاری هستید این ویدیو مخصوص شماست. می‌خوایم 6 تا از خواص چای سیاهو با هم بررسی کنیم و ببینیم چرا این نوشیدنی انقدر طرفدار داره. وجود آنتی اکسیدان ماده‌ایه که در بعضی مواد غذایی وجود داره. آنتی اکسیدان‌ها به سلامت کلی بدن کمک می‌کنن. آسیب‌های سلولی رو کاهش میدن، سطح قند خون رو پایین میارن و به کاهش چربی خونم کمک میکنن. خوشبختانه این ماده در چای سیاه موجوده. سلامت قلب یکی از آنتی اکسیدان‌های موجود در چای فلاوونوئیده. این ماده معمولاً در سبزیجات، میوه‌ها و شکلات تلخ هم وجود داره. مصرف منظم فلاوونوئید باعث کاهش بیماری‌های قلبی میشه. یکی از تحقیقات این حوزه نشون میده که به ازای مصرف هر فنجون چای روزانه خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی 4% کم میشه. کاهش کلسترول خون. کلسترول LDL که به کلسترول بدم معروفه باعث خطر بیماری قلبی و سکته میشه. مصرف چای سطح کلسترول LDL رو در بدن کم میکنه. سلامت روده ها. باکتری های موجود در روده نقش مهمی در سلامتی دستگاه گوارش دارن. بعضی از این باکتری ها مفید و بعضی دیگر مضرن. باکتری های مفید باعث کاهش التهاب روده، کاهش دیابت و بیماری های قلبی و عروقی میشن. یکی از فواید چای اینه که باعث رشد باکتری های مفید میشه و جلوی رشد باکتری های بد رو میگیره. بنابراین در سلامت روده ها تأثیر زیادی داره. کاهش فشار خون. فشار خون بالا خطر نارسایی قلبی و کلیوی، سکته مغزی و حملات قلبی رو افزایش میده. خوشبختانه مصرف منظم چایی فشار خون رو کم میکنه. پس اگه فشار خونتون بالاست میتونید چای رو در برنامه روزانه‌تون قرار بدید، اما حتما قبلش با دکترتون مشورت کنید. افزایش تمرکز. چای سیاه کافئین و یک نوع اسید آمینه داره که باعث بهبود تمرکز میشه. این ترکیب فعالیت آلفا در مغز رو افزایش میده و باعث آرامش و تمرکز بیشتر میشه. بنابراین اگه تمرکزتون پایینه، چای سیاه یک نوشیدنی خوب برای شماست. لیمومی، تجربه سلامتی.